لحظه های ناب. زندگی. زندگی فقط زنده بودن نیست. تغییر مدام. چی؟ زندگی؟ چی؟ زندگی؟ آره زندگی. چی؟ زندگی؟ آره. همون دیگه، تغییر مدام. لحظه. خب یه لحظه میتونه یه دنیا یه زندگی باشه. ناب. خاص. ناب؟ ناب دیگه. او ناب. آن لحظه های ناب. اون لحظه قشنگه که همه چیز زیر و رو میکنه. باید ببینیش. باید دست دراز کنی بچینیش. گوش کنی، مثل یه گل. بچشیش. مثل عسل. قطره قطره غلیظ و لذیذ بچکه روی زبون. لحظه ناب لحظه‌ایه که با یه آدم دیگه یگانه میشی. خاص میشید برای هم. لحظه های ناب مهارت‌های ساده و کوچیکیه که به ما یاد میده چطور دوست داشته باشیم. چطور دوست داشته باشی؟ دوستی هامونو عمیق کنی. دوستی همون عمیق کنیم. اعتماد کنیم به هم. اول بشه برام. اول بشین براش. همین دیگه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. خودتونیم. خودتونی. آشناییم. هر کس میتونه یه قسمت از خودش رو تو ما پیدا کنه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. همین دیگه. ببینید ما رو. دوستان عزیز بیننده و شنوندگان عزیز، با عرض سلام و احترام با برنامه دیگر از برنامه‌های لحظه های ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. از استودیوی تورنتو ارتباط خودمون رو از طریق شبکه جهانی تصویر ایران به شما عزیزان برقرار میکنیم و دوستانی که در کشور عزیزمون ایران احیانا اگر همزمان برنامه رو دنبال میکنن و یا در بازپخش این برنامه که روزهای جمعه هفته بعد از ظهر به وقت محلی تورنتو و یا شرق آمریکا هست و احیانا در روزهای دیگه هفته که این برنامه بازپخش میشه، اگر بیننده این برنامه هستین بسیار خوشحال میشیم که به شما خوش آمد بگیم و عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، لحظه های ناب روزهای دوشنبه رأس 3 ساعتی که الان در خدمتتون هستیم به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه توسط خانم دکتر نسترن ادیبراد که یکی از دکترهای با تجربه شهر تورنتو هستن. مسائلی در برنامه مطرح میشه بنا به خواسته شما و بیشتر بنا به تجربه ایشون، کیس‌های متفاوتی رو که باهاش درگیر بودن و باهاش کار کردن. بر اساس این تجربه ها بیشتر مسائلی که کمتر بهش اشاره میشه و مسائل واقعی زندگی که ما فکر میکنیم همش باید باشه و هیچ راه حلی هم نداره. راه حل هایی رو به شما یاد میدن در برنامه و مطرح میکنن که شاید برای اولین بار باشه که راجبش کسی داره صحبت میکنه. اجازه بدین خدمتشون عرض ادب داشته باشیم، مجموعه برنامه لحظه های ناب رو تقدیم حضور شما کنیم. خانم دکتر ادیبراد عرض سلام دارم، خوش آمدین به برنامه خودتون. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاراتون و همه عزیزان بیننده. وقت بخیر میگم خدمتتون. امیدوارم که تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم ساعات و لحظات خوبی رو گذرونده باشین و این چند دقیقه که با هم هستیم بتونین با اطلاعات خوبی که کسب میکنین انتخاب بهتری داشته باشین. خب خانم دکتر ادیبراد، چند هفته‌ایه که بحث ازدواج رو که چجوری دوستان نترسن، چجوری انتخاب درست‌تر داشته باشن، خیلی خیلی مسائل مهمی رو که قبل از ازدواج باید اتفاق بیفته تا بعد منجر نشه به در واقع کسانی که به شما مراجعه میکنن بیشتر بعد از ازدواجه که میان تازه مشکلات شروع میشه میان به سراغ شما. ولی نکته جالبی که خانم دکتر ادیبراد مطرح میکردن این که قبل از ازدواج میشه انتخابو خیلی راحت‌تر و درست‌تر کرد که دیگه اصلا نکشه به اون مسائل. یکی از مواردی که موارد خیلی زیادی بررسی شد، امیدوارم که برنامه رو به صورت در واقع دنباله‌دار با ما همراه بوده باشین چون خیلی میتونه بیشتر بهتون کمک کنه در واقع جهت برنامه و دریافت مطالبی که نیاز هست. اما سوالی که دوستان زیاد یعنی هر جا منو میبینن راجع برنامه شما صحبت میشه و میخواستن که حتما من مطرحش کنم، همونطور که در ابتدا با هم صحبت میکردیم که خیلی از مشکلاتی که تو زندگی هست همه فکر میکنن خب باید باشه، یعنی اینا خیلی عادیه، در حالی که اصلا عادی نیست. گویا تازه ما فهمیدیم که اینا عادی نیست. سری آدم‌هایی هستن در زندگی که در واقع سوال اینطور بوده که به قول معروف حتی شاید در طول روز هم عوض میشن، نه تا در طول زندگی که همه ما فکر میکنیم که خب اگر همسری مثلا رو مود خوب نباشه امروز بد اخلاق، فردا قربون صدقه یادم میره، حالا مثلا شکل‌های مختلف. ولی آیا این یک اختلاله یا در واقع یک مشکله یا میتونه آدم هر لحظه دلش میخواد عوض بشه، مثلا همچین حالی به حالی باشه، یعنی هر روز یه مدل باشه، این عادیه یا نه و اصولا چجور افرادی جذب اینها میشن؟
ببینین این که آدم خلقش از صبح تا شب تغییر میکنه یه امر طبیعیه، ولی بحث سر میزان تغییر اون هست. ما یک ملاک مشخص داریم برای تشخیص اینه که انسان‌ها سالم هستن یا نه، و اون اینی که فراوانی، شدت و مدت رفتار اینها به چه شکله. در مورد همه رفتارها، یعنی اگر که یه فردی مثلا عصبانی میشه، یه فرد طبیعی هم ممکن عصبانی بشه، یه فرد سالم هم ممکن عصبانی بشه، ولی به چه میزان، به چه تعداد و به چه شدتی. اون فراوانی، شدت و مدت اون رفتار هست که مشخص میکنه آیا این رفتار یک رفتار طبیعی هست یا یک رفتار مختل. پس همینجا خطش رو دوستان میتونن الان جدا کنن، دقیقاً یعنی مشخص کنن. این نیست که اگه هر کی رفتارش عوض میشه حتما غیر عادیه. بله، ببینید به هر حال شما ممکنه صبح از خواب بیدار میشین، خلقتون تنگه، بعد تا ظهر یکم بهتر میشین، از دوباره خسته. این کاملا طبیعیه، ولی این که به چه شدت، آیا هر روز اینجوری هستین و شدتش چقدره؟ دیگه عادی نیست اگه هر روز. اگر هر روز حالی به حالی میشین، اگر که شدتش اونقدر هستش که از یک خوشحالی خیلی زیاد به یک ناراحتی خیلی زیاد، از یک مهربونی خیلی زیاد به یک خشم و پرخاشگری خیلی زیاد، و یا رفتارهای متناقضی که میبینید شدتش از یه حدی بیشتره و تعدادش خیلی زیاده، یا مدتش مثلا شما در طول مدت مثلا 6 ماه، 1 سال یک چنین نوسانات خلقی رو خودتون و یا نزدیکانتون دارن تجربه میکنن، اون موقع هستش که باید احتیاط به خرج بدین و دقت بکنین و برین دنبال این که مسئله رو حل بکنین. یعنی اینجور نباشه که بگین خب طبیعی آدم حالی به حالی میشه. این حالی به حالی شدن یا بی ثبات بودن اگر از یه حدی بگذره یا از تعداد یا شدت و مدت فراوانی برخوردار باشه، اون وقت میاد جزء دسته اختلالاتی که ما اسمش رو میذاریم پرسونالیتی بوردرلاین پرسونالیتی دیزوردر یا اختلالات مرزی. حالا چرا میگیم نمیتونه خودشو کنترل کنه؟ اصلا چرا میگیم اختلالات مرزی؟ به دلیل اینکه اینها در مرز بین سلامت و بیماری هستن. افرادی که دچار ظاهرا سالمن، یعنی ببینید شما یه وقتا این آدما رو میبینید که کاملا طبیعی ان، کارهای عادیشون رو انجام میدن، مهربونن، رفتار خوبی رو دارن، ولی بر اثر یک عامل خیلی کوچیک یا حتی ممکنه دلیل موجهی هم نباشه، یهو میبینی آدم زیر و رو شد، شد یه آدم دیگه. قاطی کرد. بعد خیلی از اوقات مراجعین من میگن که من اصلا وقتی قیافه این آدم رو نگاه میکنم انگار این آدم رو من نمیشناسم. چطور میتونه این آدم مثلا نیم ساعت قبل بوده که با من مهربون بوده، منو در آغوش کشیده، به من محبت کرده، بعد یهو ظرف نیم ساعت یا 1 ساعت یا بر اثر یک مسئله خیلی کوچیک چهره اون حتی قیافه اون آدم عوض میشه. واقعا چیه؟ ببینید پرسونالیتی بوردرلاین پرسونالیتی دیزوردر یا اختلالات شخصیت مرزی یا بینابینی یه نوع اختلال شخصیتی هستش که یه مشخصاتی داره که من مشخصات رو وقتی خدمتتون عرض میکنم شما متوجه میشین که با فردی که دارین دیت میکنین، با فردی که قرار ازدواج کنین یا نامزد کردین و هنوز ازدواج نکردین و یا حتی اگر ازدواج کردین این فرد رو بشناسین و تکلیف خودتون رو با این افراد روشن بکنین. حداقل از این افراد میتونین بخواین که برن درمان بکنن و بعدش ازدواج بکنین. زندگی کردن با این آدما مثل بغل کردن جوجه تیغیه. شما فکرش بکنید شما یه جوجه تیغی که بغلتون باشه هر آن ممکنه که یه تیغی توی بدن شما فرو بره. ولی بعد درمان داره؟ چون صحبتون فرمودین وقتی که از یه حدی بیشتر باشه نه، یعنی نمیخوام بگم نه، باید تحت دارو درمانی و تحت در واقع درمان‌های ویژه قرار بگیرن. ما هیچ اختلال و بیماری رو نمیگیم غیر قابل درمانه. اگر مشکلی هم وجود داره که میگیم درمانش سخته، به خاطر اینکه ممکنه این افراد مراجعه نکنن. اگر نه اکثریت اختلالات روانی قابل درمان و یا حداقل قابل کنترل هست. اینه که از این مسئله ما حتما بیایم بیرون که فکر کنیم مثلا یه نوع اختلال به هیچ عنوان قابل درمان نیست. حالا برای اینکه ما این افراد رو بتونیم بشناسیم چند تا علامت خیلی واضح این افراد دارن که خواهش میکنم این علائم رو توجه بکنین و به خاطر بسپارین که بتونین این افراد رو تشخیص بدین. این افراد اولین علامتی که شاید شما رو به خودش جذب میکنه این هستش که رفتارهای خیلی جذاب و به اصطلاحاً نایس و دوست داشتنی دارن. یعنی اینکه با کلمات خیلی عاشقانه، با رفتارهای خیلی عاشقانه به شما نزدیک میشن، به این شکل که تو عشق اول و آخر منی، هیچکس رو از تو بیشتر دوست ندارم، انگار 100 سال ما همدیگر رو میشناسیم، اصلا خدا ما رو برای هم خلق کرده. یعنی شما با یک چنین رفتارهای پرشور و پرهیجان و پر احساسی روبرو میشین. همین مسئله باعث میشه که فرد جذب این آدما میشه. از طرف دیگه این افراد معمولاً ویژگی‌هایی رو هم از خودشون نشون میدن یا دارن، مثل اینکه آدمای زیبایی هستن، ممکنه خوش‌تیپ باشن، خیلی خوش لباس باشن، ممکنه که افراد موفقی باشن، پولدار باشن و یا ظاهر خیلی فریبنده‌ای داشته باشن. همین مسئله باعث میشه که
در اولین نگاه بتونن خیلی از افراد رو به خودشون جذب کنن. ولی به تدریج وقتی که با این افراد جلو میرین متوجه اختلالات و مشکلات رفتاری اونها میشین. نکته که خیلی مهمه اینه که این افراد به راحتی شناخته نمیشن. یعنی حتما شما باید حداقل 3 تا 4 ماه رابطه